بازیه تیم پرشنی تو و تیم صنعت و آبادان. حالا لونی برق ورزشگاه میره توی دروازه و توی دروازه چه گلی را بازیکنان صنعت. واو 4 تا زده. از راموس هم بیشتر داره گل میزنه. توی دروازه علی پور و توی دروازه طالب ریکانی توپو جمع میکنه. حالا میخواد طالب بزنه اما زوما در میاره. طالب ریکانی حالا تو میاره مهدی ترابی توی دروازه. مهدی ترابی دروازه باز میکنه. حالا لو میده مهدی ترابی گل. حالا اشتباه حالا بازیکنان پرشنی تو هند داور میره وسط زمین داره دروازه‌بانی میکنی. هند طالب ریکانی میره بزنه یه لای زوما میزنه. لای میزنه زوما. حالا تو میاد روی هوا خسروی حالا یه موقعیت خیلی جدی نانی از سوز پایان آزاد شده دنیا. بچه ها نها کنید ما نیمه نهایی داریم. خیلی بازی حساسه. روان میشه چه حسرتی داریم ما دست روان داغدارم کرد. ما بعد اونو بالای 7 بزنیم شون تراکتور رو فولاد و سرنر 7 بزنیم. این حالا فولاد حالا بعد باکن الان نیم فصل گذشته ما اینا دوباره برگشت و این بازی با تراکتور دوباره 5 تا زدیم. الان ناکن ما بریم فینال با کیه؟ نمیدونم. سپاهان. چجوری هم نیمه نهایی میفهمی؟ سپاهان برده؟ سپاهان بازیشو برده. استقلال 2-0. آنالیز کنیم با بعد بازی بسنیم. اوکی بازی با کارتان پرشنی توی بینی راستی دست نمیدم من سر مشکلاتی که پیش اومده ندارم با حالا زوما شیشان گل خودش هم میزنه. زوما داره میدرخشه. حالا لونی توپو جمع کرده یه ضربه سخت مهدی ترابی تو جمع کرده میره حتی کارت قرمز میده یا دوای شهید رخ میده. برم بازی کنم آرژانتینی داره که میره که مرد بده مالیشون باشو مهدی ترابی لایی میزنه. مهدی ترابی یکی رضا مالیپور حالا لونی میاره یه ضربه شهر جمع میکنه توی دروازه استده جبل سیونی بود بدنی بلند قامتش هم توی گوزه سوت پایان بازی به صدا در میاد. چه 4 تا زدی؟ چه شما تیم ضعیف کار کرد و بشینیم آنالیزشون کنیم. میدی؟ ببین آنالیزشون
من مداد دستم مثلا نکنم تو برو نکن من که دیگه نکن بیا اینجا نکن این آقا باید کنار میده شوتا رو وسط میزنه فکر میکنه اینجوری نه این اومده گاردشو میگیره اینو داره وینگرا میشوتن نکن تو نباید آنالیز نه کاپیتان باز رای بینیم چتی پس فهمیده دیگه راستی خاموش شده نه دیگه نه از باید بادی اسپانیا آمده خب تو لالیگا یه زمان بازی با پرسپولیس داشت رفته اول بود اوکی اونجا یه شوت خطرناک بود خورد سپاندی دروازه تیر شد خب باید حواسم به شوتاش باشه به لالو اوکی بریم بازی اینا حالا توپو این گل موقعیت آخر حتی از گل هشتم میزنه سپاهانی که اصلا کسی فکر نمی‌کنه 8 گل بخوره تا پرسپولیس هجومی در ترکیبش چیده بود میاد جلوی دوربین خوشحالی میکنه البته داور زوما هتریک کرد علیپور هتریک کرد ترابی یه گل زد راستینم 2 گل زد ترابی بخش یه گل زد حالا دیگه من انجام حالا توپ طلا رو میدن بخشی جامو میدن جام توپی کاپیتان راستی میاد یک رئاله این رئالی سگه حالا جام مربی میگیره حالا باید همه تیم همه کادر فنی میخوام ببرم اینکه انقدر رئالی شد رئالی هم پرسپولیس نمیشه پرشنگی تو باید بذار ببرم بالا قهرمانی حالا توپ طلای ایران هم به کسی نمیدن جز زوما توپ طلای بازیکنانی که در ایران بازی میکنن حالا توپ طلای بازیکنان ایرانی باز هم میرسه به مهدی طارمی توپ طلای ایران میرسه به زوما توپ طلای ایرانی ها میرسه به مهدی طارمی و پرسپولیس سگانه میگیره حالا بعد بره برای بازی نیمه نهایی با الهلالی که خیلی قویه باید پرسپولیسیا حواسشون باشه ببینم بازم میتونن سگانه 4 گانه بگیرن یا نه فهمیدی دیگه باید چیکار کنی خود آقا گلرش هم آقا یاسمانا خود اینا سیپی رو بردن ما هم پرسپولیسیم روشن تو دیگه تو جایشون بگو در نزده کنن برشن رو کنیم نکن به بازیکناشون نگاه نکنیم ما هم بازیکنهای خوبی داریم برای خودمون لونی درسته بونو از سطحش لونی بالاتره ولی ما هرچی باشیم خودمون الان توی اف سی هست دیگه الان لونین ما از 79 چنده 25 81 بود الان شده چند 85 ولی حواستون به سال مدرسالی باشه درسته عربستانیه ولی یکی از تاثیرگذارترین بازیکن حواستون به دارالمومیت نباشه الان که اومده الهلال 15 تا گل زده خب حالا سالیم دوساری حالا زوما گل پرشین یوتیوب حالا سالیم دوساری گل سالیم دوساری گل میزنه دلانه بازو نمیشه 2-1 میشه حالا تو گل میگیره انقدر بازیکنان پرسپولیس میخوابن لونین تو
توپو جمع میکنه میندازه بالا. علی پور تا به توپ علی پور، یه گل زیبا. علی پور. حالا تو به پایان بازی به صدا در میاد. گل حساب نمیکنه داور. تو به پایان بازی صدا در میاد. حالا بعد پرسپولیس به تقابل النصر بره که الاهلی رو 4-1 شکست داده. اینجا کریستیانو رونالدو رو داده. حالا جامو دارن میذارن روی میز. پرشین یوتیوب. حالا خواست میره رضا قندیپور و توی عرضه. حالا کریستیانو رونالدو گل. حالا زوما یه پاس تکنیکی برای رضا قندیپور و علی پور. چه نرمی تو برهنه. البته من رونالدو از خواهیم کنن. حالا فیلیکس حالا یه موقعیت میاره روی عقب. خوشایی توی حوزه. حالا پنالتی میشه. پنالتی به نفع تیم پرشین یوتیوب. حالا کی میره بزنه؟ جورجی گرسیانی میره بزنه. میزنه تو به تا رو توی حوزه. جورجی گرسیانی 3-1. پاس بده. حالا رونالدو اومده جلو. حالا راستی یه لایی رد میکنه به رونالدو. حالا قندیپور علی پور ازش تو میخواد توی دروازه. سود پایان بازی صدا در میاد. چقدر خوشحالن. 4 گل گرفتن. حالا ببینید درخششون تو جام باشگاه جهان چطوریه. و حالا کاپیتان راست ندیم با پیرانیلو میره جامو ببره بالا. 2 3. حالا مربی میبره. اصل کار این قضیه همه تیم کد فنی بچه هاشون میره 1 2 3. عرب جوان خرکیه.